درود دوستان عزیز و ارجمند، برنامه گنجور است و ما در ناحیه مومین آباد قرار داریم در حلقه هنرمندان محبوب این دیار و قرار است که یک برنامه زیبا رو پیشنهاد شما گردانیم و این برنامه با یک آهنگ خیلی جذاب پیشنهاد ما و شما گردید که این آهنگ حدود سالهای 70 در ناحیه مومین آباد خیلی شهرتی خاص داشت و این آهنگ را هنرمندان در آزمون جمهوری بوستان پیشنهاد کردند. خب چگونه آهنگ است آهنگی که حالا ما پیشنهاد کردیم و این آهنگ طبیعی است که مال مردم است که در رویه سرودهای مردمی در رویه آهنگ‌های مردمی ایجاد شده است. خب میشه قصه آن را برای ما نقل کنید. در همون سالها بار اول وقتی که بوستان‌ها در ناحیه‌ها سر شدند، مخصوصاً هنرمندان ناحیه مومین آباد همین آهنگ رو با در همون زمان دیرکتور خانه فرهنگ ناحیه مومین آباد آقای شمس‌الدین بودند. بسیار نورالله اورنگ گفتن یک شخص دیگر بودند. این آهنگ رو آنها ایجاد کردند برای همین بوستان پیشنهاد نموده بودند که در همون آزمون یعنی در همون بوستان همون سالها سزاوار 10 خال گردیده بود. از سالهای 70 اینجوری آهنگ حالا هم در همون روی خط سرودها در روی خط آهنگ‌های اهل فرهنگ باقی مانده است و هر جا که هست این آهنگ را اجرا میکنن همینطور. بله، در هر یک جمعیت و در هر یک چاره‌بینی‌هایی که در ناحیه مومین آباد برگزار می‌گردد البته این آهنگ صدا می‌تید. خب شما درباره آزمون بوستان گفتید. یک زمان همین بوستان خیلی مشهور بود. اونقدر مشهور بود که از دوردست‌ترین روستاها شخصیت ها رو پیدا میکرد، هنرمندا رو پیدا میکرد و میرفت در سطح جمهوری معرفی مینمود. همون سالها شما هم همین گونه هنرمندانی که در روستاها بودن در دههایشان مثلا ناشناخته بودن پیدا میکردید چگونه بود؟ بله اصلا در همون جا شماره زیادی هوسکاران از دهه ها جمع آوری میکردن. هوسکارای در سالهای 70 سوخوزها در ناحیه مومین آباد 4-5 تا سوخوز فعالیت میکردند. هر یک سوخوز به خودش دسته هوسکاران داشت. از بین دهقان و کارگران هنرمندان رو جمع می آوردند و یک دسته هوسکاران تشکیل میکردند و وقتی که بوستان‌ها سر شدند ناحیه همین هوسکارا را از همه همین دهه‌های دوردست جمع آوری کرد در یک جا جمع کردند و با سرداری همین شخصایی که حاضر ما گفتم نورالله اورنگ و آقای شمس‌الدین بودند در همون سالها فعالیت میکردند در زیر راهبری همینها. بله، همین دسته های هنری که در روستاها بودن در مثلا کلخاس‌ها بودن اینها بیشتر همون منطقه خود را فرا میگرفتن. سرودهایشان، آهنگهایشان، آن چیزایی که میخواندن در روستاهای خودشون بیشتر معمول بود. اونجا مثلا تا جایی که میدونم در همین ناحیه مومین آباد بیشتر فلک دشتی مشهور بود. اینجا بیشتر مثلا مردم اصلا فلک دشتی میسارن. اصلا مردم شینگه میگفتن. شینگه اصلا مردم کوهستان همه فلک رو دوست می‌داشت و همه قریب که همه فلک میخوند. وقتی که در یک کار رو سر میکردن یک شخصی خوش‌آواز رو دعوت میکردن که شما سرود خوانید و ما درو میکنیم. یکی از همون شخصیت ها بابای افضل گفتنی داشتیم ما. بسیار آواز شیرین فارم داشت که در تمام معرکه ها در تمام چاره‌بینی ها بابای افضل رو میبردن وگرنه بابای افضل حافظ نبود، استاد چوب تراش بود، هنرمند بود. بابای افضل پسری انم بابای افضل انم اسدالله جان پسری انمون بابای افضل است. بابای سلام و بابای افضل تمام معرکه‌های ناحیه مومین آباد رو همین دو شخصیت دعوت میکردن، معرکه‌های خرسندیشون میگذروندن. اینا جای مثلا مکتب موسیقی نگذاشته بودن، کارشان دیگر بود. نه این از میراث از پدر و باباهای خود باقی مانده بود. خب بعض زیاده ارثی می شود. اگر پدر سراینده باشد پسر سراینده افضل چی میخوندن؟
بابای افضل معرکه‌های توی رو همون شه برابر سرودها را میخوندن. بعد معرکه خرسندی رو تمام کردن، بعد مردم رو دعوت میکردن پیرانسالای همون دیه رو یک شب در خانه دسترخوان آراسته میکردن و در همونجا چارتنی گفته قصه و غزل خوانی میکردن. چارتنی یعنی غزل میخوندن اونجا. غزل خوانی میکردن. این غزل چارتنی چی معنی داشت؟ چارتنیش همین که شخصیت‌های را دعوت میکردن که اونها از یک قدر سین سالشون تا جای آمده است، رسیده است، سال خورده هستند و اونها با قدر سخن میرسند. یعنی سخنهای والا در اون چارتنی که خوانده میشه در بزم. بعد شما جوان بودید، یادتون هست از چارتنی ها؟ تخمینا همون سالها 17 18 ساله بودم یا 15 16 همین خیل بودم. ده وقت برق نبود؟ نه، وقتی که ما رو در بسیاری معرکه دستاوگیر بودیم، دستاو میگرفتیم، کلوش پیش پا میموندیم و دیگر خدمت‌های به همون چای دم میکردیم، چای دم میکردیم، میوردیم. یادتون هست از همون چارتنی ها چگونه میگذشت؟ همون یک کیها میشیشتن بغیر از اون آوازخوانای معروفی که مثلا چارتنی میخوندن؟ بغیر از اون چخیلی که گفتم همون به حقلوی گذر بگیم اکن شخصایی که از 40-50 بالا بدن و قدر سخن رو میفهمیدن، آنها یک نمودی تربیه بود. بله. یک نمودی تربیه. جوانو نشستن، بعضا جوانو نشسته گوش میکردن، صدای زیادی نمی برآمد، همه با دقت گوش میکرد که این سراینده چی میگه، چی نصیحت میکند برای ما. در کدام رویه سرودها خوانده میشه؟ در رویه ژانر فلک خلقی است؟ اصلا بعضا حالت ها همه بسیاری وقت فلک در بسیار مردم تلاش داشتن، همه فلک خوانی میکردن. پادوانینی که میرفت تیاقش در سر گردنش در همون دم به حیوانو رفتن میگرفت و همونجا فلک خونده رفتن میگرفت. خب از همون نمونه چارتنی که گفتید حالا هم در میان هنرمندان هست نفرایی که همون رویه رو اجرا میکنن، در همون قالب چارتنی ترانه میسرایند؟ بله هستن، حوزی جوانای هستن که از همون کلانترای خودشون سبق گرفتگن. انور جان هم میخواند. در بعض معرکه ما اگر آدمی کمتر باشن در داخل خانه دا باشن، انور جان دعوت چارتنی میشود در اینجا؟ میشود. عشق بر دل میں نهاد بنیاد را، آخر جان است که خواهم داد را، دیگران آزاد سازند بنده را، عشق بنده میکند آزاد را، دیگران آزاد سازند بنده را، عشق بنده میکند آزاد را. کاشکی هرگز نمیزد مادرم، چون کنم این وقتی مادر زاد را، از برای زلفی مشکام دوست دارم شانه شمشاد را، از برای زلفی مشکام دوست دارم
تشایی فرهاد کوهی مستون میگدازد خورم و فولاد را تشایی فرهاد کوهی مستون میگدازد خورم و فولاد را خسرو و شیرین اندر عیشتم نالم و زاری مغم فرهاد را خسرو و شیرین اندر عیشتم نالم و زاری مغم فرهاد را شعر شمس دین تبریزی گرفت مصر شام و بصره و بغداد را شعر شمس دین تبریزی گرفت مصر شام و بصره و بغداد را مصر شام و بصره و بغداد را آفرین. یعنی در چهارتنی بیشتر غزل‌های پر از مضمون، غزل‌های کلاسیکی از شاعران ما مثلا آهنگ بسته می‌شدن و همین چهارتنی‌ها رو کسی آهنگ می‌بست، چون دقیق است که مثلا آهنگ مال کسی هست. این غزل شمس تبریزی های آهنگش برادر اسدالله حبیبالله این آهنگ گذاشتگی های با من دادم، من میخونم. کدام سال گرفته دین آهنگ؟ سالهای 81 82 بود. چهارتن در همون بزم‌های چهارتنی شما خودتون اشتراک میکردید؟ اشتراک میکردیم. چگونه چی صحبت‌ها میشد بغیر از اون که مثلا اونجا سرود اجرا میشد، میگن سرودهای پرمضمون؟ یک جمعه شدیم با مردم خیلی میشیدیم، یک خونه ده همه که میشیشت اویش هم میگفت که آدمایی که غزل بخونین یا یگون سرود رقصی بخونین خیلی میدن، خیلی هم میشتن صحبت میکردن. شما بچه بودید اون وقت؟ من یاش بودم. چند سال داشتید؟ 21 یا 22 ساله بودم. شوق و هوس از اون که مثلا کلون سالون این گونه سرودها میخوندن در دل شما جوش میزد؟ در دل ما جوش میزد. ببینید که همین گونه بزم‌هایی که مثلا در روستاها میشد، اون وقت نه تلویزیون بود، نه اینترنت بود، نه دسترسی به محبوره بود، ولی همین گونه بزم‌های زیبای مردمی که مردم خودشان مستفیدان یا که پیران سالان و یا اینکه مثلا اونهایی که سهم میگذاشتن برای تشکیل کردن همین بزم تربیه میکردن جوانها را. چقدر در راه درست وقتی که این گونه بزم‌های زیبا میشود حتما که تربیه میافتن. حتمی همین خیلی بود. اصلا این جمع کردن یک محله یا که یک اولاد اجداد جمع میکردن سرودهای چهارتنی میخوندن، این مقصد یک مقصد بود، مهر محبت بین یکدیگر، حرمت احترام بین یکدیگر در ضمیر همون جوانای امروزه تربیه کردن بود. بله. از همین لحاظ هر وقت که قصه خوانی میکردن یا غزل خوانی میکردن اکثریت جوانها را در همون معرکه دعوت هم میکردن، پدراشون میبردن تا اینکه اینا با چشمشون بینن که یک شخص به شخص دیگر چقدر محبت داره، چقدر مهر دارد، یکدیگرش چقدر حرمت احترام میکنن. این یک نمودی تربیه بود. واقعا صد حیف که همین گونه بزم‌ها، همین گونه معرکه‌ها، همین گونه جمعیت‌ها خیلی کم شدن. اکنون حاضر اکثریت جوانای حاضر دیگه خیلی ژانرهای موسیقی را دوست می‌دارن. مثلا همین ترانه‌ای که حالا اجرا کردن از غزل مولانا جلال‌الدین بلخی چقدر زیبا بود، چقدر مثلا در یک رویه آرام و فارام و دلنشین اجرا گردید و این هم
هرچند که مثلا یک غزلی مشهور است ولی وقتی که در قالب آهنگ‌های خلقی ما این گونه سرودها جای می‌شود اونقدر مردمی می‌شود اونقدر دلنشین می‌شود زینت دیگر می‌گیرد بسیار فورم می‌شود. شما همین فلک دشتی رو وقتی که اجرا می‌کنند چینگه میگه؟ ها بله شینگه یک شینگه بزن یک شینگه نمیزنید. همین اپای زیبی ما اپای زیبی سولوی طولانی است که در همین بخش فرهنگ فعالیت میکند. در حقیقتا این اپای زیبی را تمام خرد و بزرگ ناحیه مومین آباد دوست می‌دارد، حرمت احترام میکند. کسی که اگر چی معرکه کند قریب که به اپای زیبی نمیگذره. اپای زیبی یا شینگه بگیر. شینم به بلندی ها ترایاد کنمی آه مانندکی کوگی توقع فریاد کنمی کوگاه همه جمع شون و کوشه آه من دوستی خود بگم و فریاد کنم آه من دوستی خود بگم و فریاد کنم شق در میان عشقی کلان در میان آه دادرم شیشتای روشنم گردانه ای دادر جان رو تب گردان بینم آه منی میرم ورود به زمین مهمانه ای خانه برآمدم ثانیه آه دادر جان رو تنم گردانیه ای ملوی لطبدم در جوانی یه مگر کی زورد اومد اپوانیه ای خانه برآمدم کنده انا فرای گب دارم اینه ای خنده ای دوستی شیرین میان محکم بنده آه در مابین مردم نشم شرمنده این روبایای خلقی را شما از کی آموخته؟ من این روبایای خلقی را ای پدرم خب من در اویله آموزگار تولد شدم. در کدام دهه؟ در دهه فیض آباد، ناحیه مومن آباد.
پدر ما بسیار آدم خوب بود. ما اگر چندی که یک دخترم باشن در بین 5 بچه میگفت پدرم که همی 5 بچه در یک ترازو، همی یک دختر در یک ترازو. وقتی همی یک دودرم 24 ساله گذشت، اتم فقط ما که ای دروازه می در آمدم میگفت زیبی فقط برای من فلک خونده بیو. بعد میگفتم چه خیلی فلکت بخونم آخه، هم یک فلک بخون که من فقط گریه کنم که هم دیلی من خالی شود. بعد میگفتم خیلی برای خودم بخونم چی؟ میگفت من خیلی برای خودت بخون. بعد من برای خودم میخوندم. ای خانه برآمدم سمندر میرم آه ما دختری به اپا و به خواهر کدام در میرم دخترای پدر خوادار سنگم نزنه آه در دیلکی پری علمم خنجر نزنه آه در دیلکی پری علمم خنجر نزنه. وقتی که من میومدم اتمام کردن شقچا میگم متا جان مرا میگوی بای بگو چی بای قمی گری؟ میگو بچم صد داغ در دل دارم من خنده میکنم بیغم رو خیال است که من در فراغتم. پدر من قطعی پدر اینه اکه اسد بابای افضل همی خیلی تویاد همی گشتن خیلی شب عروس همی بودن ها اتایما همی خیلی دوست میداشتن اتا که یگون بچه هستن در دلشان دارن حوست ارمان دارن نیکی مرا بسیارتر همی رو همی چیده دستگیری کرد بسیار دستگیری کرده همی سوهای فرهنگ ده مرا دستگیری کرد. من شکرانه مادری 7 فرزند هستم یک 15-16 نبیره دارم. انا یک بچه که مثال خاندار نشیدگی دارم ولی مجرد ها شکرانه پروردگار به نهایت فرهنگ دوست می‌دارم. همین پیراهنی که حالا با بر کرده صفر پیراهن ملی تاجیکی است مثلا چقدر زیبا است مثلا گلدوزی های زیبا دارد و همون روسری که طرز بستنی مثلا رویمال تاجیکی همین گونه بیبی های ما میبستن همین گونه مادرای ما روسری میبستن چگونه زیبا بود و چگونه میزیبید. مادر ما بسیار اینمی آدمایی که در نزدیک مشتگیان میدونن میشناسن بسیار انسانی خوب بود. مادر ما بسیار کمپیری بازی بود. مرا تا اینمی ایدنیو رفتن شب فقط میگفت که ما بینم که سرت با کوکل بفتگی باشه موی ما دراز بود سرت با کوکل بفتگی باشه همی خیلی همی افسوس که امترین مول نبستم که چند بینه در یگون صحنه میبستم همی خیلی مول که چه میدید ای در این دختر بمبرمی ای هم قمین مول زی بدود که هرچی بگوی ای بچم امترین مول بدوز با برای ما برای رقص کنیم کرتای گردی تیار میکرد پوچش قطی پوچم در شیروز دورک هیچ وقت یگون نمود نه که بچم تو حاضر ما در صحنه هستم ما همون چیزای چمن در ما میکنم. این کرتایی که حالا داره این کرتا خیم کرتا خدمای روز دیگه خدم دختگیم خیلی برای همین صحنه خیلی زیبا است. یک عمر برام میکنم خیلی میره کرتا میپشم رقص میکنم. مادرتان چی نقل میکردن از کودکی های خود چگونه معرکه ها بودن وقت یادتون هست؟ مادرم شما میرفتید با مادرتون اینجا استرود میخوندید؟ من میرفتم من بسیاری معرکه‌ای که در قشلاق میشید من خیلی کودک بودم بسیار اوچه ما رقص میکرد سرودو خیلی سرود نمیخوند راست دیگه رقص میکرد سرود نمیخوند مرا نشان میداد همه کاری همی فرهنگ مادرم نشان میداد خیلی غیر مثال چی روزگار با همی سوحده مرا بسیار کار نشان میداد. بابای افضل گفتیم در ناحیه مومین آباد با پدر شما بابای ستار بسیار معمول بودن شناخته بودن چون که در بالا گفتیم و فرزند ایشان سال همونجا نشستم. من میخواستم که از خاطره های خود با پدر بگید. شما پیش از برنامه گفتید که من دو پدرم رو نمیدیدم در خانه چگونه بود؟ راست گپ پدر ما وقتی که در
маракаҳо фарёд мекарданд. ӯ ҳам сурудхонӣ мекард, ҳам рақс мекарданд. касо як гурӯҳи худро доштанд, ки бобои Абдусалом мегуфтанд, доира мезад, падари мо думра менавохт, бобои Усто Карим гуфтанд ин шахс най менавохт. Як ансамбли худро доштанд, ки як базм мекарданд, базми хичмат, боз як руфтаи дига рақс мекарданд дар он маракаҳо. ҳоло нест касе аз ин рақсҳо иҷро намекунад дар минтақа? Не, афсус. нест. И рақсҳо аз байн рафтанд. ҳозир ягон касе нест ки мисли онҳо рақс. шумо чиҳо дар ёдатон аст? бо падар ҷое мерафтед дар басмҳо иштирок? Не, моро намебурд. вақте ки дар хона ягон марака мешид ё ягон меҳмон меомад, мегуфт ки ана аҳли гизара хабар кунед. хайр мош калонтар буданд, хабар мекардем. мо дар онҷо даст об мегирифтем, чой мекашидем, онҳо сурудхонӣ мекарданд. баъд дар ҳамон байни марака моро медароварданд ки рақс кунем. рақс бозӣ мекардем, хеле мешистанд, суҳбатҳо мекарданд. чӣ гуна ба санъат ба худи шуморо овардед? падар кӯмак накарданд барои? Не, азбаски падари ман солашон кӯҳансол буданд, маро ростига бародарам шодравон Ҳабибулло ба ҳамин роҳи санъат дастгирӣ карданд. устоди ман ҳамон кас аст. ва дӯстони азиз, ҳаминҷо мо ба интиҳои барномаи Ганҷу расидем. ёдовар мешавем ки мо дар ҳалқаи ҳунармандони ноҳияи Муъминобод ин барномаро пешниҳоди шумо кардем. мо як суҳбати хеле самимию зебо ҳам доштем бо ишон ва оҳангу таронаҳои ҷаззоб низ дар барнома пешниҳод гардид ва ҳоло бо як оҳанги зебои дигар барнома ба итмом мерасад.